همه این جمله قدیمی را شنیدند که میگوید پول ریشه همه شرارت هاست. البته این جمله کمی اغراق‌آمیز است، اما مسلماً نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت که پول میتواند به فریبکاری‌های بسیاری منجر شود. فریب دادن به خاطر پول میتواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد. بعضی از افراد برای رسیدن به پول دیگران را فریب میدهند. عده‌ای برای پنهان کردن آن و عده‌ای از آن جهت که فاقد آن هستند. از آنجا که رسیدن به پول موضوع مشترک همه این اتفاقات است، برخی از کاربردهای فریبنده آن را در ادامه مورد بررسی قرار بدهیم. یکی از متداولترین فریب‌های روانشناسی تاریک که مربوط به پول است، توسط یک گدای حرفه‌ای انجام می شود. این افراد کسانی هستند که با وجود داشتن مقدار زیادی پول باز هم برای به دست آوردن آن از طریق فریب دیگران تلاش می کنند. این متکدیان برای به دست آوردن پول از قربانیان بیگناه از یک سری اصول تاریک روانشناسی استفاده می کنند. حتی دیده شده که برخی از متکدیان به بدن خود آسیب می رسانند تا برای قربانیان ترحم برانگیزتر به نظر برسند. برخی از فریبکارترین هایشان حتی فرزندان خود را به معتادان هروئین تبدیل می کنند تا از آنها به عنوان بخشی از برنامه کلاهبرداری های خود استفاده کنند. این نمونه ای از فجایعی است که فریب مالی منجر به آن می شود. وضعیت تأهل یکی دیگر از زمینه‌های رایجی است که در آن فریبکاری اتفاق می‌افتد. گاهی اوقات افراد سعی می‌کنند ازدواج خود را مخفی نمایند تا یک قربانی جدید را اغوا کنند. این اتفاق می‌تواند به دلایل مالی، جنسی یا دلایل دیگری باشد. برخی از افراد دارای همسران متعددی هستند که در سرتاسر جهان پخش شدند و از یکدیگر اطلاعی ندارند. البته با ظهور اینترنت و امکان بررسی افراد از طریق رسانه‌های اجتماعی، این نوع فریب کمی سخت‌تر شده است. بهترین فریبکاران قادرند رد پای خود را به طرز ماهرانه‌ای پنهان کنند و با تقلب زوجهای بسیاری را از هم جدا کنند. بعضی از افراد خود را متأهل جا می‌زنند در حالی که در واقع مجرد هستند. این نوع فریب می‌تواند به چند دلیل رخ دهد. معمولاً افراد متأهل نسبت به افرادی که ازدواج نکردند قابل اعتمادتر هستند. برخی از کاربران روانشناسی تاریک از این برداشت آگاه هستند و از آن برای طرح‌ها و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند. برخی از افراد به دلایل مربوط به مالیات و بیمه وانمود می‌کنند که ازدواج کردند. یکی از متداول‌ترین فریب‌های این نوع ایجاد یک زن یا شوهر مرده خیالی برای جلب همدردی مردم و گرفتن پول از آنهاست. پنهان کردن سابقه جنایی حوزه دیگری است که بسیاری از مردم درباره آن دست به فریبکاری می‌زنند. دلیل این امر آن است که اگر مرتکب جنایات خاصی شده باشید، تقریباً غیر ممکن است که در زمینه حرفه‌ای یا شخصی بتوانید اعتماد دیگران را جلب کنید. به عنوان مثال، اگر مردی با زنی ملاقات کند و مرد در گذشته خود مرتکب جرمی جدی شده باشد، چقدر احتمال می دهید که به زنی که تازه ملاقات کرده در این باره چیزی بگوید؟ چرا که شخص دیگر ممکن است دچار تردید شود که این فرد مستعد ارتکاب دوباره جرم است. جالب اینجاست که چنین فریبی همیشه تاریک نیست. اگر مرد این کار را از ترس طرد شدن انجام دهد، این یک فریب تاریک نیست. اگر او این کار را با قصد پنهان کردن واقعیت انجام دهد تا بعداً به قربانی جدید خود آسیب برساند،
این نشانه روشنی است که روانشناسی تاریک در کار است. یکی از شرورانه ترین و اسفناکترین مصادیق فریب مرتبط به جرم و جنایت این است که کسی که در گذشته مرتکب جرایم جدی مانند تجاوز شده باشد این موارد را پنهان می کند تا در آینده اقدامات مشابهی انجام دهد. افرادی از این دست با ساختار روانی تاریک به واسطه نیازهای ناهنجار خود مجبور به انجام هر کاری برای پنهان کردن حقیقت می شوند تا به این وسیله بتوانند تمایلات بیمارگونه خود را به انجام برسانند. سوء استفاده‌گران احساس می کنند که فریب بهترین راه برای پنهان کردن احساسات غیر طبیعی یا غیر قابل قبول اجتماعی آنان است. همین پنهانکاری باعث می شود که قربانیان تا زمانی که کار از کار گذشته متوجه شخصیت واقعی آنها نشوند. به عنوان مثال، اگر کسی که از روانشناسی تاریک استفاده می کند به شخص دیگری صرفاً جهت تمایلات فیزیکی علاقه‌مند شود و نسبت به این قضیه آگاهی پیدا کند که این گرایش برای قربانی او خط قرمز محسوب می شود، تلاش می کند تا قربانی را فریب دهد. در این مرحله آنها ممکن است به طور آشکار دروغ بگوید یا تلویحاً طوری رفتار کنند که نشان دهد قصد واقعی آنها عشق و تعهد است. زمانی که قربانی به دام این فریب افتاد، بهره برداری سوء استفاده‌گر کامل می‌گردد و فرد فریب خورده دچار آسیب می‌شود. یکی از متداول‌ترین زمینه‌هایی که افراد را به اشتباه می‌اندازد، احساسات شخصی یک سوء استفاده‌گر نسبت به یک قربانی است. فریب نیرومندترین ابزاری است که سوء استفاده‌گر برای تأثیرگذاری بر قربانی خود از آن استفاده می‌کند تا فرد مورد نظر مسائل را نه به شکل واقعی آن بلکه به روشی که سوء استفاده‌گر قصد تحریف آن را دارد درک کند. به طور معمول فریب در رابطه به این منظور به کار می رود که شخص سوء استفاده‌گر را به عنوان چیزی جدای از شخصیت واقعیش معرفی کند. در این بخش برخی از متداول‌ترین نمونه‌های کاربرد فریب ارائه می شود. در حوزه روابط رمانتیک غالباً از فریب برای پنهان کردن مقاصد واقعی سوء استفاده‌گر استفاده می شود. سخنان و اعمال فریبنده سوء استفاده‌گر این احساس را به قربانی منتقل می کنند که گویی سوء استفاده‌گر به طور اتفاقی دقیقاً همان چیزی است که قربانی همیشه در زندگی به دنبال آن بوده. در حقیقت سوء استفاده‌گران ماهر قادر به شناسایی افراد آسیب پذیر و بررسی نیازهای روانی و نقاط ضعف آنها هستند. این اطلاعات می‌تواند بعدها به صورتی مورد استفاده قرار گیرد که حقیقت اعمال فریبکارانه سوء استفاده‌گر را پوشش دهد تا طوری به نظر برسد که این احساسات دقیقاً همان آرزوی قلبی قربانی است. این فریب اغلب نقطه شروع سوء استفاده‌های طولانی مدت و پیچیده‌تر است. همچنین میتوان از فریب برای نرم کردن احساسات قربانیان و افزایش حساسیت آنها نسبت به سوء استفاده‌گر در یک زمینه غیر رمانتیک استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر یک سوء استفاده‌گر به دنبال فردی آسیب پذیر است تا از روانشناسی تاریک علیه او استفاده کند، ممکن است در ابتدا رفتاری بسیار صادقانه از خود نشان دهد. او حتی اگر در رابطه‌ای به شدت قصد نزدیک شدن به فردی را داشته باشد، معمولاً با حالتی فریبکارانه و با انجام رفتاری ابهام‌آمیز به قدری معمولی رفتار می‌کند که قربانی گیج شده و به هیچ وجه متوجه نیت واقعی او نشود.
این فریبکاری در صورت نیاز میتواند بسیار طولانی شود.